دوستان ویهان گیم پلی هستم. حالتون چطوره؟ بچه ما اسممون رو توی ویدیو قرار عوض کنیم. من اینجا قبلا عوض کردم. من اسمم قرار عوض کنیم توی یوتیوب. اسم جدید من سلام دوستان، آره گیم هستم. حالتون چطوره؟ اسم جدیدی هم که میخوایم بذاریم ویهان نه مستر گیم، یعنی معنی فارسی میشه آقای گیم. این بهترین اسم نیست که بزنم زد. خب بچه ما بازی برمیگردیم. خب ما رو بچه ها رفته بودیم با ما کسی بچه حالی هم بازی حال داره. شروع کن. در حال داریم برمیگردیم خونه. برو دیگه داریم برمیگردیم خونه. نه خیلی دارم باید حالا پیاده شد بدم. چه ماشین خدا فرانکه گرفت. بابا چیز بنداز، چیز نارنجک بنداز اصلا. آها آتیشش بدنیم. نه تخونه میرتیشون نه نمیگیره تو دار یه دوان یا بالفعل برو عقب. این آخه چه ماشینیه؟ پلیس هم افتاد دنبالمون. برو بخواب شب شده. پلیس هم بریم ایشان فردا صبح برمون کردم. جوابشو میدیم دیگه. میگه چرا از من دوست نیست. ما هم میگیم بابا سیشتیر بیا. Citizens reporting a 996 on Whiskey Now Drive. ماشین موتور تازه خریدم. موتور داری صبح شد. آی بریم بیرون ببینیم چقدر صبحی بود. ماسکمون رو نمیخوای عوض کنیم. Oh, that shit? Chop, what you been eating? I gotta get a regimen for your ass. لباسمون عرق میده. بعد بیایم خونه دوشم بگیر. ولی فعلا لباسمون عوض کنیم. لخت که نمیشیم. زشته من لباس ورزشی نیست. چاپ تو داری کجا میای آخه این دست؟ برو تو لونت دیگه. امروز هم قرار بریم پیش لامار. امروز ما رو دیگه بچه ها رو همبرگر بزنیم. چرا ماشینمون نرسن دیروز تیر کنیم ولی نه نوچه جنازه ماشین اینجا باشه. ماشینمون غیب شد. چرا این مسئله اصلا ماشین نداره؟ لسه برو بین همسایه بغلی ماشین داره. همیشه جون داری فنگ پارت نمیتونه. ها بالاخره این ماشین با موتور میرد. آره موتور داریم. موتور سبتی ولی حالا چه ماشین نیست؟ باید این بلوش نگریم نباره ماشین تیاق جنازه ماشین چه درمون میخوره؟ نه خب دیگه فردا نمیبره چیزمونم بدازه. یه لباسی عوض کن بریم دنبال ماشین. این چه لباس؟ خب بریم بچه هم خواستیم این سرقت کن. بریم سرقت بابا بذار بریم این لما رو بگی. اوکی زنگش بزنم. یه لحظه بچه وایسی میدم. الو لما. LG, man, let's hit it, homie.
Nigga, hit it. The only hit I'm gonna get is a mafia hit if I go out in broad daylight. That fool Stretch gonna knock my noodles off, nigga. Call me at night. خب چرا ماشین ما رو دزدیدم زمین مایکل به این مریمون هم دزدیدن خدافظ من دوباره ماشینم الو مایکل الو سلام چی شده تو ماشین من رو دزدیدن ماشین من آودی داشتم تو رو قبول دارم اسکول من آودی داشتم چی ماشین تو دزدیدن آره ماشین من دزدیدن زنگ زدم الان به ترور دزدیدن پس تو ماشین شهر ماشین هست اما زنگ زدم به لسترم دزدیدن چه؟ لستر که اصلا سالن اخورش بیرون نمیاد چیزی مایکل تو اصلا چرا باید کار زن من داشته باشی؟ من پشت خطم اصلا تو چیزی داری گوش من میدی هیچی بابا یه بار مردی دنبالت داشتم میگشتم پیدات نمیکردم و میزدم قد خب به لستر گفتم گوشی تو حک کنه ببین من دارم میام سمت چی من دارم میام سمت خونه باشه بیا خداحافظ بچه چرا ماشین همه رو دزدیدن اون اینه اگه باید نباشی دیگه اشتراحی نداری ماشین دوز معلوم بعد وقتی مزاحم شدیم آماندا جان مایکل کجاست ای لحظه بچه چپ راست حرکت ورزشی شنا بزنیم بنا استریم لاین پاشو مایکل رفته بیرون به بچه رفته بیرون تریسی دختر چرا اینجوریه اصلا به تو چه دارم ویدیو میگیرم چرا بچه زشته نشون بدم خب نشون نده مگه مشکله ها چپ را بچه این دیوونه است دیوونه چیزیه چرا دیوانه خونه مایکل مشکی من تازه تاقت نکرده بودم یه جای کار میلنگه میدونی یه جا که نه 10 جای کار میلنگه بذارش رو هم بریم با تریسی حرف بزنیم لا زشته این آی خب آره خانم تریسی من از پدر بابت کجاست من چه میدونم رفته بیرون رفته تمالت استخدارش خیلی آمانده به بچه بزرگ کردی من چه میدونم این چقدر بیده به بابا میگم با کمربند دمپای من میگم دنبالت باشه دعوا نکنیم بسه نمیتونی انجوری بالا فرانکین بیلیاقت واد ماشین خودم گفتم ماشین راهش آجه این کیه؟ اون مایکله چی؟ مایکل نیست؟ نه دار چنانه شد داش مایکل کجاست؟ با تو هم سر شلوغه بلش بعدم با صحبت بچه خیلی عجیبه زن بدم مایکل چی شد؟ چرا یه دفعه همین گوشی گذاشتی چی میشه؟
چیکار داری؟ قطع شد گوش. الو الو؟ خواهی نظر ما حرف بزنی؟ خب بله جان چرا من میگم بله میگم چیزه داداش چرا خونه نیستی؟ باید رفتم دنبال ماشینم ببینم ماشینم کجاست. من مادم خونه تو به من ور نرو برو. یعنی چه آماندم چه خون سرد آماندا. خب آماندا داره ورزش میکنه یه زن 40 من الان سرم شلوغه تو کشتی تفریحیه. چی؟ وایس کجایی؟ رفتم دنبال ماشینم. تو ماشین تو کشتی تفریحیه؟ نه خب کجا؟ شک کردم. فعلا دارم شنا میکنم. خداحافظ. بخواد که احرام بذار وایسا آمانده حرف بزنم ببینم آمانده زیدره. وایسا این مرده ماشینش بردم. آقا بله چرا صدا چپسی دختر میگم چیزه ماشین شما هم بردن؟ نه بردن؟ نه برو تو فکر جوونیت باش. درست نمیشه موتور چی؟ موتور چمنزن؟ با برو گم شو دیگه. دیوادم به دخفاقی است بریم میشه آمانده. خواهد آمانده ای گل بچه بیاریم از آمانده چیز کنیم نبودیشم بیشتر به مایکل خیمت چپ راست. آها حرکت یوگایی و چپ آمانده چپ آمانده بدن استیرونای آمانده الو نمیدم به مایکلا. نه خب جواب من بده دیگه میگم چیزه من تو رو میخوشم. نه بگو چیزه مایکل ماشین گم شده دوز برده شما چرا انقدر خون سردی؟ بابا ماشین من که دوز نبرده. مایکل جونم تازه برام ماشینم خریده. تریس ماشین تو بردن؟ اسکل جلو دره. یه ذره یاد بگیر درست حرف بزنی. بابا مگه بهت ادب یاد نداده؟ نه گفته فرق فرنگ اومد بهش بگو اسکل. که این کسکولی بوده. نکن جان من نکن. در خونه هاتون وا نمیشه دیگه بذار وا کنیم دیگه. خب میگفتی قفل من میومدم وایش میکردم. باز ما نمیشه. ضد گلوله است. چه گو خوری؟ من نفوذیم باید نفوذ کنم این توه. باید بریم خونم اصلا لاماش. بیخبر بد نیست. میخوای به شیرینی بریم؟ بیخبره ها بابا. داداش چطوری؟ الو جواب نمیده. مامار جان نمیخوای جواب بده؟ جواب نمیده قطع میکنه. مامار جواب بده. برو فکر کنم پیام داده به لامار. برو چک کن. یستر جیمی نه سمس نداده. چرا اونجا نیست؟ نکن همون بزن. اینا ها پیام اولی مال لامار نیست. مالی کیه؟ بذار بخونمش. دادا چی میگه؟ ماشینم پیدا کردم. ایسکامون کرده دیگه نه؟ یا علی پولیسا پیدا میکردن. برو بریم پولیسا خودت اومدم. پولیس اومد تو خونهشون. خدافظ. بی حیا دیگه دوستم نداری؟ اینو چنده بابا اصلا؟
بذار یه لوکیشن فرستاده. کجاست؟ لوکیشن دقیقا میشه زیر پل اداره پلیس، زیر پل پشت اداره پلیس. خب بزن. خیلی بذار پلیس رو گم کنی. گفته وقتی رفتی اینجا بیا خونه من. کی اینو پیام داده؟ لامار. دیدی؟ با این ماشین به درد نخور تلویزی اومد. تریشی ماشینش رو دوز برد. این ماشین بخواد. یا علی پلیس یه دفعه گیرش کن سر ما چرا؟ من اشکارم. کارگر افغانی گیر آورده. چقدر تو نمکت. اون لامبورگینی رو دیدی؟ نه. حاجی با بچه ها دیدنش. کارگر افغانی گیر آورده. برو سمت اون لامبورگینیه. چرا پلیس ها منو ول نمی‌کنن؟ بذار الان دارم میرم. این بر بود؟ آره. بابا جلو نکن. آرایشگاه بود. جلو آرایشگاه بود. این کوچه. نه اینجا نبود. صاف اومدیم. صاف اومدیم. صاف اومدیم. اینجا بود. اینجا بود. اینجا اومد. دیگه بازی دست من نیست. خب حالا فعلا بریم. ما مترو بریم. نه بابا پیاده. بابا آخر تو مرد به کشته میدی. این برد. وقتی اینو دیدم چه ماشین داشت. چقدر ماشین تو خریدی؟ صاف بریم. آی 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 ببخشید. من بریم. برو خونه معلمار. من این دیوونه شد. محل بالاساس دیگه خونه. چرا آخه محل بالاسا گرفته؟ نخواه شده گروه بسیده. این سمت دیگه خونش. آره. لوکیشن میخوای بزنم؟ نه اینجاست. همین. بچه ها سریلک رو بکوبین. گفتم بخورمش. گفتم مهمون داریم. زشته. این زشته. بیشوری خودت دیگه. ولی کاش میخوردمش تو باید برمم چیل کن خریدی. میرسیم. بله ما دوبار مردیم. یکی تو یکی من. بخاطر این حرفت ندادم. من که دیروز بسانیمو خوردم. ای بیشو. دیگه خوردی گفتی.
چقدر چسبیده. داستانی چیه دقیقا؟ نمیدونم بابا دیشب آیسا رفت خیلی همین آدم سینه همین در مخور بستنی خرسیه خب گواری دیگه بستن خیلیه بیشو من اونو خیلی دوست دارم. اینو شما نیست؟ نه جیلوش خیلی بستن خیلی ها کلش رو گاز بدن اب نصفش خب بچه ها اگر دوست داریم برسیم به پارت بعدی لایک کامنت ما فراموش نشه و تا درودی دیگر و تا درودی دیگر. گود